تمام افکارتان را به کاری که انجام می‌دهید متمرکز کنید. اگر نورهای آفتاب پریشان باشند آنها تنها روشنی می‌دهند، اما اگر آنها را با لینز یا دیگر واسطه متمرکز کنید قادر به آتش زدن می‌شوند. همینطور وقتی شما تمام فکر و توجهتون را به یک هدف یا کار روانه می‌سازید، ثمره‌ناکی شما چندین مراتب بیشتر می‌گردد. در زمانی که پریشان حال هستید و همزمان به چند کارهای گوناگون دلبند می‌شوید، هیچ کدامی به خوبی پیش بردن نمی‌توانید. به خصوص برای صاحبکاران مهم است که به وظیفه اساسی یا سمتی مهمی کاری خود دقتی پررو دهند تا نتیجه نظررس حاصل شود. جوانان نیز هنگام تحصیل یا آموزش یک هنر را باید کاملا به همان مشغولیت معتبر شوند تا استاد شوند. پس قوت افکارتان را پراکنده نسازید. هدف اصلی و کاری مهمترین خود را معین کنید و تمام ذهن و کوشش را به آن جمع نمایید. با تمرکز قوی شما حتی کارهایی را که دشوار بنمودند به انجام رسانیده می توانید، چون که همین نیروی عقلیتان را به همان نقطه روانه کردید. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.